و این چون حدیث جریر از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که گفتن که لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، متفق علیه. یعنی حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بعد من کافر نشوید که گردن همدیگر را بزنید. گفتن یعنی گویا گردن یکدیگر را زدن، یعنی مسلمان را به قتل رسانیدن کفر باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم لا ترجعوا بعدی کفارا، بعد من کافر نشوید که گردن همدیگر را میزنید گفتن. یعنی این حدیث ها معناش چی است؟ کفرون دون کفر است. برای چی کفر گفتن؟ همچون تغلیظ. بعضی علما میگن که همچون سخت گپی و درشت گپی که تأثیر کند، یا اینکه بعضی علما میگن که همین عمل ها را اگر انسان اجرا کردن گیرد بعد برده به کفر میرساند. چندین این خیل گناه های کبیره را وقتی که جمع کند قلبش سیاه میگردد، احتمال است که کافر شود. یک معنای دیگرش اگر حلال شمارد، گوید که ریزانیدن خون مسلمان حلال است گوید، یا مثلا یک چیزی که شریعت حرام کرده است و اگر حلال داند واقعا بعد از این کافر میشد.